درود دوستان، خیلی خوشحالم که یک بار دیگه در کنارتون هستم تا یک تابلوی با ارزش دیگر رو براتون به تحلیل بذارم. این بار میخوام یکی از با ارزش ترین آثار ادوارد مونش یعنی جیغ رو براتون تحلیل کنم. جیغ فقط یک نقاشی نیست، بلکه فریادی است که از درون انسان مدرن برخاسته. ادوارد مونش این اثر را بر اساس یک تجربه شخصی خلق کرد. شبی که در حین قدم زدن احساس کرد طبیعت اطرافش در حال جیغ کشیدن است. رنگ‌های تند، خطوط موجدار و چهره تحریف شده همه نشان دهنده اضطراب و وحشتی هستند که فراتر از زمان و مکان هنوز هم در وجود ما طنین انداز می شود. اما چه چیزی در این اثر نهفته است که آن را تا این حد ماندگار کرده؟ بیایید عمیق‌تر به آن نگاه کنیم. پیش از اون که به تحلیل این اثر بپردازم، بهتر میدونم که کمی در رابطه با هنرمند این اثر آشنا بشیم و بعد به تحلیل و نقد این اثر بپردازیم. ادوارد مونش 1863-1944 یکی از تاثیرگذارترین هنرمندان نروژی و از پیشگامان اکسپرسیونیسم بود. زندگی او تحت تاثیر تجربیات شخصی دردناکی مانند مرگ مادر و خواهرش بر اثر بیماری سل، مشکلات روانی پدرش و درگیری‌های عاطفی قرار داشت. این تجربه ها زمینه ساز خلق آثاری شدند که اضطراب، تنهایی، عشق، مرگ و ترس را به تصویر می کشیدند. مونش در جوانی تحت تاثیر امپرسیونیسم و پست امپرسیونیسم بود، اما به تدریج به سوی سبکی شخصی تر حرکت کرد که با استفاده از رنگ‌های دراماتیک، خطوط منحنی و فرم‌های تحریف شده بیان عمیق احساسات انسانی را هدف قرار می‌داد. او با نقاشی جیغ 1893 به اوج شهرت رسید، اثری که به یکی از شناخته شده ترین نمادهای اضطراب انسان مدرن تبدیل شد. مونش علاوه بر نقاشی در چاپ سنگی و حکاکی روی چوب نیز مهارت داشت و آثارش بر جنبش اکسپرسیونیسم آلمان و هنرمندانی مانند کاندینسکی و گروه پل تأثیر زیادی گذاشت. در سالهای پایانی عمرش مونش منزوی شد و بیشتر وقت خود را در حومه اسلو گذراند. او تا پایان عمر به کارهای هنری ادامه داد و بسیاری از آثارش را به دولت نروژ اهدا کرد. امروز موزه مونش در اسلو مهمترین مجموعه آثار او را در خود جای داده است. بررسی بصری و فرمی، ترکیب بندی و حرکت. مونش با استفاده از خطوط منحنی و مارپیچ حسی از ناآرامی و اضطراب را در سراسر بوم پخش کرده است. شکل مارپیچ آسمان و تکرار خطوط مواج در پس زمینه حس آشفتگی را القا می کنند. خطوط منحنی پل و حالت فیگور مرکزی به سمت بیننده کشیده شده و نگاه را به چهره وحشت زده آن هدایت می کند. رنگ شناسی. پالت رنگی اثر ترکیبی از رنگ‌های گرم و سرد است، اما استفاده شدید از قرمز و نارنجی در آسمان حس هراس و تشویش را تشدید می‌کند. تضاد بین این رنگ‌های آتشین و تونالیته‌های آبی و خاکستری در فیگور و پل به حس دراماتیک اثر می‌افزاید. فیگور انسانی. چهره فیگور مرکزی حالتی از وحشت و اضطراب مطلق را نشان می‌دهد. دهنباز، چشمان گرد و دستانی که صورت را گرفتند، بیانگر اوج یک بحران روانی است. حالت بدنی این شخصیت حالتی غیر واقع گرایانه دارد و بیشتر شبیه یک شبح یا موجودی از دنیای دیگر به نظر می‌رسد. تحلیل مفهومی. الهام و زمینه تاریخی. مونش در دفتر خاطراتش اشاره کرده که ایده این اثر را از تجربه شخصی گرفته است.
او در حال قدم زدن در کنار دوستانش بوده که ناگهان احساس کرده طبیعت دور او فریاد می کشد. این تجربه نشان دهنده نوعی وحشت درونی و اضطراب وجودی است. بیان اضطراب و تنش روانی. جیغ نمادی از اضطراب مدرن و آشفتگی روحی است. فیگور اصلی می تواند نماینده فردی باشد که در برابر فشارهای روحی و بحرانهای درونی تسلیم شده است. شخصیت‌های دورتر روی پل که بی‌اعتنا به نظر می‌رسند، حس تنهایی را در برابر جهان تشدید می‌کنند. تأثیرات فلسفی و روانشناختی. اثر مونش می‌تواند از دیدگاه اگزیستانسیالیسم و روانشناسی فرویدی تحلیل شود. اگزیستانسیالیست ها این اثر را تجلی اضطراب ناشی از پوچی جهان و ترس از تنهایی می دانند. از منظر فرویدی این نقاشی بازتابی از ناخودآگاه و سرکوب‌های درونی است که به شکل یک جیغ در طبیعت منعکس شده است. تأثیرگذاری و جایگاه در هنر مدرن. این نقاشی یکی از مهمترین آثار اکسپرسیونیسم است که توانست تأثیر عمیقی بر هنر قرن 20 بگذارد. بسیاری از هنرمندان پس از مونچ از سبک احساسی و دراماتیک او الهام گرفتند. همچنین این تصویر یکی از شناخته شده ترین نمادهای فرهنگ عامه شده و در هنر معاصر، سینما و طراحی‌های گرافیکی بارها بازآفرینی شده است. در نتیجه جیغ فراتر از یک نقاشی ساده، یک بیان احساسی عمیق از اضطراب انسانی است. ترکیب بندی داینامیک، رنگ‌های متضاد و فیگور دردمند همگی دست به دست هم دادند تا اثر خلق شود که نه تنها در زمان خود بلکه تا امروز نیز تأثیرگذار و تفکر برانگیز باقی بماند. خیلی ممنونم که تا اینجای ویدیو همراه من بودید. بهتون پیشنهاد میکنم که بریم و دیگر آثار ادوارد مونش رو ببینیم و شاید دلمون بخواد که از بین این تابلوهایی که دیدیم یکی دیگرشون رو انتخاب کنیم و به نقد و تحلیل بذاریم. خیلی ممنونم که تا پایان ویدیو همراه من بودید و دیدید و شنیدید. اگر نقاشی مد نظرتون هست که دوست دارید رازهای پشتش رو هرچه بیشتر بدونید، برای من کامنت کنید تا ویدیوی بعدی تابلوی مورد علاقه شما باشه.